سلطان محمد فاتح نقل میکنن که روزی که کنستانتینوپل فتح میشد، استانبول امروزه، اون بسیار پایتخت نصرانی ها بود در وقتش، شهری کهنی بسیار باستانی. اونو پیامبر صلی الله علیه و 1400 سال پیش گفته بودن. البته در زمان محمد فاتح شاید 700 سال بود تقریبا. پیامبر صلی الله علیه و گفتن که به نزدیکی کنستانتینوپل فتح میشد، یعنی از آن مسلمان ها میشد گفته بود. میگن که وقتی که فتح شد، خلاصه پر شهر گرفتن مسلمان ها، وقتی نماز بامداد میشد، محمد فاتح میگفت که به نماز بامداد همون آدم امامتی کند که از روز تولدش تا همین روز بامداد قضا نکردگی باشد. یگان مراتب همه آدم پیش گذرد، بعد یگان آدم نمیگذرد، بعد خودی سلطان میگذرد به نماز. یگان مراتب بامداد قضا نکرده بود است. او از ایام خردسالی نیت داشت که کنستانتینوپل فتح میکنیم، میگیریم شهر. گفته بعضی فیلم هاش هم هست به زبان تاجیکی هم در یوتیوب هست، آماده کردن استاد ادهم. گیرتان استفاده بریتان چه به یک عذاب و مشقت این شهر فتح کردن. یعنی اونا از سر یک مقصدی داشتن، برای رسیدن به یک مرتبه بلند مهنت کردند، زحمت کشیدند، عبادت کردند، علم آموختند.